بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. شما عزیزان چطورین؟ خوبین انشاءالله؟ خداوند همه شما رو در پناه خودش هر جا که هستید حفظ کنه و قلبهاتون رو سرشار از ایمانی سترگ و قوی چون ایمان ابراهیم علیه السلام، پدر بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر خدا از همه به حضرت ابراهیم علیه السلام شبیه تر بودند و همیشه یاد ابراهیم و ذکر ابراهیم و دعوت ابراهیم در مسیر دعوت اسلام هست و همیشه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر و یاد ایشون رو میکردند. ما میخواییم از حضرت ابراهیم علیه السلام بگیم و از قرآن و قصه ابراهیم. قرآن کریم قصه حضرت ابراهیم علیه السلام رو در جاهای مختلفی و به شیوه های مختلفی تصاویر مختلفی رو واسه ما نقل کرده. حضرت ابراهیم علیه السلام در اور کلدانیین در عراق به دنیا اومد. شاید اونجایی که امروز در ترکیه قرار داده شهر اورفه ترکیه، شاید همون جایی باشه که حضرت ابراهیم اونجا متولد شده باشه و اون جای تولد ایشون و اون جایی که مثلا ادعا میشه که در اونجا در آتش انداخته شده و اون جایی که میگن که قصر نمرود بوده و اون ستونی که میگن یکی از ستونهای منجنیق بوده، شاید اینها همشون درست باشه، چون که حضرت ابراهیم مال همه امتها و ملتها بود و یادگار و جایهای ابراهیم رو همه بشریت میتونن حفظ کنند. ابراهیم خلیل الله و پدر پیامبران نامیده میشه. حضرت نوح علیه السلام پدر دوم بشریت بعد از حضرت آدم و بعد از اون حضرت ابراهیم پدر همه پیامبران، چون که سلسله نبوت از دو فرزندان ابراهیم به اصطلاح نشأت میگیره. حضرت ابراهیم دو تا فرزند داشتند، یکی اسحاق که بعد از اسحاق یعقوب یا اسرائیل اومد که پیامبران بنی اسرائیل از نوادگان ایشون هستند و فرزند دومشون اسماعیل علیه السلام بود که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از نوادگان اسماعیل علیه السلام هستند. حضرت ابراهیم در بین قومشون شروع کردند. قوم حضرت ابراهیم بت پرست بودند، مگر بعداً میبینیم که حضرت ابراهیم هجرت کردن به منطقه‌ای که باز ستاره پرست بودند و چطور اونها رو دعوت کردند. قومشون بت پرست بودند و روایت به این اشارت داره که پدرشون آزر یکی از بت فروش ها و بت سازهای مشهور اون زمان بود. حضرت ابراهیم اونها رو دعوت کردند به ترک بت پرستی و ایمان به خدای واحد و یکتا، اما این ملت حاضر نبودند که خدایان ساختگی خودشون رو ول کنند و خدای یکتا و آفریدگار رو عبادت کنند. اینجا بود که حضرت ابراهیم زیاد سعی کرد. اونها حضرت ابراهیم رو تهدید کردند. بعد حضرت ابراهیم که اون وقت جوانی پرشور بود تصمیم گرفت که به اینها یک درس بده. در روزی که مردم رفته بودند به یکی از جشنهاشون، حضرت ابراهیم وارد بتکده شد و همه بتها رو شکست و در آخر اون پتکی که دستش بود یا اون تبر رو گذاشت روی گردن بت بزرگ. وقتی مردم اومدن دیدن که همه خدایانشون سراشون شکسته، دستاشون شکسته و اینا، گفتن که اینو چه بلا، کیه که این بلا رو به سر خدایان ما آورده؟ بعضیا گفتن والله یه جوونه که هست ابراهیم بهش میگن، اونه که همچین حرفایی میزنه و بر علیه بتای ما به اصطلاح حرف میزنه، شاید کار اون باشه. و حضرت ابراهیم رو آوردن گفتن که کی این بلا رو به سر بتهای ما آورده؟ پوزخندی زدن حضرت ابراهیم و گفتن دیگه اینه از این بت گله گنده بپرسید که تبر رو گردن اونه، حتما همون این کارو کرده. بعد اونو داد کشیدن مگه چطور این بتی که نمیدونه تکون بخوره اینای دیگه رو شکسته و فلان. گفتن پس این بتا کاری از دستشون بر نمیاد، نه تکون میخورن نه
میتونن ضرری برسونن، نمیتونن نفعی واسه کسی داشته باشن، چرا از خودشون دفاع نکردن؟ و اگر همین این کارا رو نمیتونن بکنن پس شما چرا اونا رو عبادت میکنید؟ اینجا بود که مردم عقلشون به سرشون اومد، گفتن راست میگه ها. و اما یک تکونی خوردن و یک عقلشون به سر جای خودش اومد، اما باز هم رفتند در پی شهوت‌هایشون، در پی آز و طمعشون، در پی مصلحت‌های شخصی خودشون و به حضرت ابراهیم و دعوت فطرت و ندای عقل نه گفتند و عقلاشون رو زیر پاهاشون گذاشتند. بعد از اون یک محاکمه‌ای تشکیل دادن. در این جلسه محاکمه همه مردم، این ظالمانی که احساس می‌کردند بت‌های ساختگیشون، خداهای ساختگیشون مورد اهانت قرار گرفته، گفتند که باید ابراهیم مجازات بشه و مجازاتش هم اینه که یک آتش بزرگی درست کنیم و ابراهیم رو بندازیم توی آتش. و چنین کردن، آتشی رو برافروختن و از دور، چون که آتش خیلی بزرگ بود، حضرت ابراهیم رو با منجنیق انداختن توی آتش. و اینجا بود که دستور پروردگار یکتا اومد برای آتش که ای آتش برد و سلام باش برای ابراهیم، سرد باش و داخلت سلامتی و امنیت و آرامش باشه واسه ابراهیم. اگر دستور می اومد که تنها سرد باش، خب ابراهیم یخ میزد، اما نه، سردی که اون آتش حرارتش از بین بره و سلامتی و راحتی باشه واسه ابراهیم. و چنین شد. حضرت ابراهیم در اون آتش انگار که تو باغستانی هست و کافران این رو با چشای خودشون دیدن، اما باز هم حاضر نشدند که در پی حق باشند و حق رو قبول کنند. باز هم عقلاشون رو زیر پاشون گذاشتن و مستکبرانه گفتن نه. و اینجا بود که حضرت ابراهیم علیه السلام و تنها کسی که بهش ایمان آورده بود همسرشون ساره بود و برادرزادش لوط علیه السلام که بعدها لوط علیه السلام رو خداوند متعال به عنوان پیامبر انتخاب کرد. از اونجا بیرون رفتن و در راه خدا هجرت کردند. حضرت ابراهیم رفت به سوی فلسطین و لوط علیه السلام هم رفت به سدوم، اونجایی که امروز در کشور اردن قرار داره. بیایید با هم چند تصویر از تصاویر قرآن کریم از این ماجرا رو در قرآن کریم با هم ببینیم. قرآن کریم تصاویر بسیاری رو از حضرت ابراهیم علیه السلام واسه ما آورده که ما تنها در اینجا به 2 مورد از اون اشاره می کنیم و در جلسات آینده انشاءالله به مواردی دیگه اشاره می کنیم. در سوره مریم از آیه 41 تا آیه 50 ما قصه ابراهیم علیه السلام و برخوردشون با پدرشون رو داریم. واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. خداوند متعال به پیامبرش میگه که یاد حضرت ابراهیم بیفت که یک پیامبر بود و صدیق و نبی بود. اذ قال لابیه، به پدرش گفت با نرمی، با خوبی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. پدر جان عزیزم، چرا اون کسی رو عبادت، اون چیزی رو عبادت میکنی که نمیبینه، نمیشنوه، نمیتونه هیچ نفع و ضرری واسه شما داشته باشه؟ اذ قال لابیه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. پدر جان، به من پیامی اومده، به من علم و دانشی خداوند متعال ارزانی داشته که شما ازش خبر نداری. فاتبعنی اهدک صراطا سویا، بیا از من پیروی کن که من تو رو به راه راست هدایت بدم. یا ابتی لم تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا جان، چرا از شیطان پیروی میکنی و عبادت شیطان میکنی؟ شیطان که از خداش سرکشی کرد، چرا حرف شیطان رو میگیری؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بابا جان، من میترسم که عذابی از جانب خدا بیاد و تو رو بگیره و تو بشی در جهنم رفیق و همراه شیطان. قال، پدرش در مقابل چی گفت؟
خیلی سرکشانه، مغرورانه، متکبرانه قال راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، ابراهیم تو میخوای از خدایان من سرکشی بکنی؟ لئن لم تنتهی لارجمنک، اگه دست از این کارت بر نداری تو رو سنگسارت میکنم، واهجرنی ملیه، برو گم شو. و با یک بدی و با این شدت و با این رذالت با حضرت ابراهیم علیه السلام برخورد کرد. اما در جواب ابراهیم مؤدب، ابراهیم با اخلاق، ابراهیم با ایمان بود که میگفت قال سلام علیک، بابا جان اشکال نداره، سلامتی و خوبی، من خوبی تو رو میخوام. ساستغفر لک ربی، از خداوند میخوام که تو رو ببخشه و از تو درگذره. انه کان بی حفیا، خداوند هوای منو داره، حرف منو قبول میکنه، دعای منو قبول میکنه، انشالله من میخوام که از تو درگذره. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، باشه من از اینجا میرم و از شما دور میشم و دعا میکنم که خدا شما رو هدایت بده. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا، که بعد از این حضرت ابراهیم از اونجا رفت و خداوند متعال هدیه ها و ارمغان ها برای حضرت ابراهیم بزرگ، ابراهیم بت شکن داشت و به ایشون یاد ذکر خیر ایشون رو بر زبان ها گذاشت تا به روز قیامت. و تا به روز قیامت ما مؤمنان وقتی برای پیامبرمون صلوات میفرستیم، تو نمازامون دعا میکنیم که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. و همه پیامبران بعد از اون از نوادگان حضرت ابراهیم بودند. چه خوش سعادتی حضرت ابراهیم رو در سوره انبیا از آیه 51 تا آیه 70 و بعد از اون آیه هم ما ذکر حضرت ابراهیم علیه السلام رو داریم. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین، ما حضرت ابراهیم رو انتخاب کردیم و اون رو هدایت دادیم، اون رو علم و دانش دادیم، راه راست رو به اون نشون دادیم. اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، به قوم و پدرش و ملتش گفت این چه کاریه که شما دارید میکنید؟ این بت‌ها چیه که شما خودتون انداختی جلوی روی اینا و اینا رو عبادت میکنید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاکفین، تقلید کورکورانه، ما دیدیم پدرامون همین کارو میکنن، حتما یک چیزی هست دیگه، ما هم تو راه پدرامون میریم، ما از نیاکانمون سرپیچی نمیکنیم، این فرهنگ نیاکان ماست و از این حرفا. شما و پدران و نیاکان تو گمراهی آشکاری هستید. این چه گمراهی؟ عقلتون رو به کار بگیرید. شما گمراه بودید، پدرانتون نیاکان شما گمراه بودن، راه حق رو انتخاب کنید. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ما رو مسخره میکنی یا این حقیه که واسه خودت آوردی؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدین، این خداست، خدایا که آسمان ها و زمین رو آفریده، خدا رو عبادت کنید، من این دعوت من اینه. و با خودش گفت که باید یک بلایی سر این به اصطلاح بت‌ها بیارم تا اینا عقلشون کار بیفته. و تالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، بلایی سر این بت‌ها بیارم تا اینها عقلشون تکون بخوره، ببینن که این بت‌ها کاری از دستشون بر نمیاد. و همین کارو کرد، رفت داخل بتخانه، همه رو شکست وقتی اونا نبودن. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون، همشون رو تیکه پاره کرد و استبر رو هم گذاشت روی گردن همون بت بزرگه. وقتی اونا اومدن وحشت زده شدن، خدایشون تار مار شده بود. اینجا بود قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کی این بلا رو سر خدایان ما آورده؟ اون هر کی هست بسیار ظلم بسیار بزرگی کرده و باید معاقبه بشه، حساب و کتاب بشه و مجازات بشه. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، مردم وحشت زده که اونجا اومده بودن بعضیا گفتن والا یه جوونیه که یاد همین بتای ما میکنه و میگه که بلای سرشون در میاره، اسمش ابراهیمه. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، اینو بیارید جلوی همه مردم که همه مردم اینو ببینن، شاید کسایی دیده باشند و شهادت بدن که همون بوده. حضرت ابراهیم هم همینو میخواست که همه مردم یه جا جمع بشن و صداشو به همه مردم برسونه. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم تو این بلا رو سر خدایان ما آوردی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم من كانوا ينطقون، بزرگشون اینه،
این شاعری کارو کرده ازش بپرسید، خب تبر رو گردن اونه. خب فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. راست میگه ها، واقعا ما ظالمیم، ما این که عقلمون رو به کار نمیگیریم. میگه که این کرده، این که کاری از دستش بر نمیاد. عقلاشون سر جاش اومد، فهمیدن، درک کردن. اونایی که غافل بودن درک کردن. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. اما چی؟ ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سپس عقلاشون رو گذاشت زیر پاشون، سراشون رو زیر پاشون کردن. نکسوا علی رؤوسهم. بعد بگو حضرت ابراهیم کردن تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. آیا کسی که هیچ نفع و ضرری نداره رو اون رو عبادت میکنید؟ بس اگه حرف نمیزنن، از خودشون دفاع نمیکنن، بس چی رو شما عبادتشون میکنید؟ اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما و بر اون، توف بر اون خدایانی که عبادتشون میکنید، عقلتون رو به کار نمیگیرید. ابراهیم جوون پرشور و بانشاد با این دلیری عقلها تکونی داد که یاد بگیرن و شاید سر جای خودشون بیارن. اما اونا نه انگار، بلکه زیادتر از این خواستن که ابراهیم رو مجازات کنن. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. ابراهیم رو آتش بزنید، بسوزونیدش و خدایان خودتون رو کمک کنید و یاریشون بدید. همین کار رو هم کردن. اینجا بود که نعمت الهی و معجزه الهی برای بداد ابراهیم رسید. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. ما به آتش گفتیم که سرد و امنیت و آرامش باد برای ابراهیم. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. اونا خواستن با مکر و حیلهشون بلای سر ابراهیم بیارن و ما اونها رو شکست دادیم. و نجیناه و لوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمین. ما حضرت ابراهیم و برادرزادهش لوط رو نجات دادیم و اونها رو گفتیم که برید به سوی سرزمین مقدس، به سوی سرزمینی که ما بهش برکت دادیم، به سوی بیت المقدس. این دو تا تصویر بود که قرآن کریم هم مثال به عنوان مثال آوردیم. تصاویر دیگه هم حضرت ابراهیم در قرآن کریم هست که در برنامه‌های آتی انشاءالله به بعضی از اونها اشاره میکنیم. خداوند منان حضرت ابراهیم رو واسه ما مسلمون ها پیروان حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اسوه و الگو قرار داده. خداوند متعال در آیه 4 سوره ممتحنه میفرمایند قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. ما در ابراهیم و اون مؤمنانی که با اون بودن برای شما الگو و نمونه قرار دادیم. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. وقتی که به قومشون گفتند که ما از شما و از اون چیزی که با خدا شریک میکنید و عبادت غیر خدا میکنید، از شما و بت‌هاتون بیزاریم و ما کفر ورزیدیم با شما و با بتاتون و نبرد حق و باطل بین ما و شما در گرفته است. اینی بود که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر روز صبح دعا می‌کردند، می‌فرمودند اصبحنا علی فطرة الاسلام و کلمة الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم و علی دین نبینا ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ما هر روز صبح این دعا رو میکنیم که خدایا بار الها ما وارد صبح شدیم، صبحی که پر از نعمتهای بیدریق توست و به اسلام و اخلاص پایبندیم و بر دین نبی خودمون محمد صلی الله علیه و سلم و علی ملت ابینا ابراهیم و بر ملت ابراهیم علیه السلام هستیم. در زندگی حضرت ابراهیم برای ما مؤمنان عبرت هاست. اولین موردی که ما در زندگی حضرت ابراهیم باید مد نظر داشته باشیم اون هویت و شخصیت ایمانی ابراهیم علیه السلام است که خداوند متعال به حضرت ابراهیم گفتند اسلم، اسلام بیار
مسلمون شو. قال اسلمت لرب العالمین، من خودم رو تسلیم فرامین خدای منان کردم. و ابراهیم همیشه هم به فکر ما و آیندگان بود. و وصى بها ابراهیم بنیه و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. آیه 132 بقره که پیامبر خدا ابراهیم و حضرت یعقوب علیه السلام از نوادگان ابراهیم فرزندانشون رو، آینده رو توصیه و سفارش کردند که نکنه که بدور از ایمان ببینید. شما رو خداوند متعال مسلمون آفریده، پس نکنه که بدون اسلام از دنیا برید. ما باید شخصیت خودمون رو، هویت خودمون رو از حضرت ابراهیم علیه السلام الگو برداری کنیم. اون مرد سترگ و بت شکنی که یگانه تن در مقابل این همه دنیای کفر ایستادگی کرد. کسی به ابراهیم ایمان نه آورد مگر همسرش ساره و برادرزادش لوط علیه السلام. با این وجود در مقابل همه این جهان کفر حضرت ابراهیم ایستاد. و کان ابراهیم امتن، ابراهیم به تنهایی یک امت بود. و کفر هر چند زیاد باشه، هر چند قدرت داشته باشه، قدرتش و جمعیتش اون رو تایید نمیکنه. و حق هر چند ناتوان و ضعیف و تنها باشه، باز حق قدرتش در خودشه و کفر و شرک و بدعت ضعفش و ناتوانیش هم از خودشه و در خودشه. و از حضرت ابراهیم ادب دعوت رو یاد میگیریم که حضرت ابراهیم با اون پدر قلدرش چطور رفتار میکرد. یا ابتی بابا جان من میترسم که خدای نکرده تو بری جهنم، من میترسم که تو گمراه بشی، بابا جان بیا دنبال من، بیا از من پیروی کن. با همه نرمی اون پدر قلدری که میگفت برو نمیخوام تو رو ببینم، سنگسارت میکنم، اما حضرت ابراهیم به این صورت با نرمی با ایشون به اصطلاح رفتار میکردن. همون چیزی که قرآن کریم به ما یاد میده و جادلهم بالتی هی احسن، که با کسایی وقتی که بحث میکنید، بررسی میکنید، به اصطلاح دعوتشون میدید با اخلاق و رفتار نیکو. و از درس ابراهیم و از زندگی ابراهیم این درس رو میگیریم که خیلی وقتا نیازه که ما منکر رو با دستای خودمون تغییر بدیم. حضرت ابراهیم این بت‌ها رو وقتی که نیاز دید، بت‌ها رو شکست و پتک حق رو بر گردن بت‌ها فرود آورد. و خب این راه حقه و راه حق هم بها و قیمتی داره. و ما دیدیم که حضرت ابراهیم در راه حق هجرت کرد، از سرزمین و خویشا و همه چیز برید و به سوی مسیری مجهول و مسیری که نمیدونست کجاست حرکت کرد. و این طبیعت دین خداست و بهایی است که مؤمنان باید پرداخت کنند. اگر در جایی به اونها ظلم شد، نگذاشتند که آنطوری که باید خدایشون رو عبادت کنند، نیازه که برند و جایی برند که بتونند در اونجا خدایشون رو عبادت کنند و دعوتشون رو به بشریت برسونند. در زندگی ابراهیم درس بسیار بزرگی رو که ما میگیریم درس دعاست که رابطه مؤمن رو با خدا قدرت میبخشه. در داخل مؤمن ایمان و امیدها رو سبز میکنه و مؤمن میتونه با قدرت و با ایمان و با اعتقاد راسخ به پیش بره. و میبینیم که حضرت ابراهیم واسه خودش دعا میکنه رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدایا منو نمازگزار قرار بده، رب هب لی من الصالحین، بار الها به من فرزندان صالح و نیکوکاری عطا فرما. برای پسرش، برای خودش و فرزندانش دعا میکنه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی که ابراهیم و اسماعیل خانه خدا رو برپا میکردن دعا میکرد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بار الها ای شنوای عالم و عالم به همه چیز، من و پسرم رو و اون کارهایی که میکنیم از ما بپذیر و قبول کن.
و برای خود و فرزندان و نوادگانش دعا میکرد ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امة مسلمة لك و ارنا مناسکنا و تب علینا انك انت التواب الرحیم. ای خدای توبه پذیر و مهربان، از من و بچم و آیندگان مسلمون ها و نوادگان ما که میان از همه ما درگذر و ما رو صالح و نیکوکار و مؤمن قرار بده. حضرت ابراهیم برای خود و خانواده و همه مؤمنان دعا میکنه، میفرمایند رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدایا منو و نوادگانم رو نمازگزار بکن و از ما بپذیر، دعای ما رو قبول کن. رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا من و پدر و مادرم و مؤمنان رو در روز قیامت از ما درگذر. و برای فرزندان و همه اونهایی که بعد از اون میان دعا میکنه ربنا وابعث فیهم رسولا، دعا میکنه که خدای از نوادگان ما من پیامبری رو بیار. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. بار الها از نوادگان من پیامبری رو بیار که به مردم کتاب تو رو، حکمت و دانایی رو، ذکر و یاد تو، سنت خودش رو، همه اینها رو به مردم نشون میده و بیاموزه. و اون دعای پیامبر خدا حضرت ابراهیم استجابت شد و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نتیجه دعای ابراهیم بود. خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم میفرمودند که من دعای پدرم ابراهیم هستم. ما از ابراهیم یاد میگیریم که همیشه با خدا باشیم و همیشه بت شکن باشیم و همیشه هم برای خودمون، برای آیندگان، برای نوادگان و برای بشریت دعا کنیم و خوبی بخواهیم. به جای اینکه مردم رو نفرین کنیم بیاییم دعا کنیم و اصلاح و ساختار مردم رو آرزو داشته باشیم.